امروز 8 میلیون است و شما سرخط رویدادها را از رادیو آزادی تماشا دارید. سلام عزیزان، در نشر نوبتی برنامه از بالاروی نرخ نان و احتمال تغییرات در قیمت ارد میگوییم. ولادیمیر زلنسکی گفت سیورودونتسک در دست عمومی اوکراین بوده، تنها دیروز 11 حمله خونسا شده است. قرض خارجی از همه بیشتر تاجیکستان همانا از چین باقی میماند و قزاقستان برای عبور از مرزش دیگر تشخیص PCR را طلب نمیکند. مرکز آب و هواشناسی برای تاجیکستان هفته جاری هوای گرم و تا 40 درجه را پیشگویی کرده است. حرارت از همه بلند در ولایت ختلان می شود. در دوشنبه گرمی به 37 درجه و مناطق دیگر از 24 تا 38 درجه خواهد بود. در این روزهای تابستان پزشکان از ساکنان می خواهند که احتیاطکار باشند، بخصوص کلانسالان و افراد گرفتار بیماری های فشار بلندی، دل، دق نفس نباید به ضرورت به کوچه برآیند. روز سه‌شنبه در حالی که نیروهای اوکراینی حمایت از شهر سیورودونتسک را ادامه می‌دادند، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کشورش تا آزادی کامل از تجاوز روسیه مبارزه خواهد برد. دیروز نظامیان اوکراینی اطلاع دادند که نیروهای روسیه در منطقه‌های دونتسک و لوهانسک 16 شهر و دهه را آتشباران کردند و نیروهای اوکراینی 11 حمله را به عقب پرداختند. اما این خبر تا هنوز از طرف منبع‌های مستقل تصدیق و یا رد نشده است. زلنسکی میگوید حالا هم سیورودونتسک تحت نظارت نیروهای اوکراینی می باشد. او افزود برخوردها در کوچه های این شهر جریان دارند. به قول رهبر اوکراینی، آتشباران دومی نیروهای روسیه شهرهای استراتژیک سیورودونتسک و لیسیچانسک را به شهرهای مرده تبدیل داده است. روزهای 6 و 7 ایون بازنشستگان در 16 شهر ایران ضد بالا رفتن نرخ‌ها و نفقه ناچیز صدا بلند کردند. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای اعتراض بازنشستگان با طلب نفقه بهتر و استعفای مسئولان جای داده شده است. اعتراضگران میگویند نرخ بلند مواد غذایی و تورم روزگذرانی آنها را خیلی دشوار کرده است. روز 5 ایون وزیر حفظ اجتماعی ایران وعده داد که نفقه تا مبلغ معادل $177 امریکایی بالا برده می شود، ولی اعتراضگران اصرار می ورزند که این مبلغ برای روزگذرانی کافی نیست. گرد آمدگان تاکید کردند که دشمنان نه در امریکا بلکه در بیناهای حکومتی نشستند. ضمن گران شدن نرخ ارد در تاجیکستان قیمت نان را نیز در بازارهای کشور تقریبا 50% بالا برده است. اگر در اول سال جاری ارزش نان از 2 تا 3 سومانی بود، حالا از جمله در شمال تاجیکستان به 3.5 تا 4 سومانی رسیده است. نانفروشان و صاحبان نانوارخانه‌ها میگویند تغییرات در نرخ شماره خریداران را نیز کمتر کرده است. این در حالی است قزاقستان که تاجیکستان از آن کشور اساساً گندم وارد میکند، محدودیت‌های موقتی در صادرات غله و ارد را تا ماه سپتامبر دراز نمود. تمدید محدودیت به قیمت ارد و محصولات نانی در تاجیکستان بی اثر نمیماند. ماه گذشته یک تحقیق نشان داد که احتمال دارد به سبب جنگ در اوکراین و همین گونه ادامه کردن بالاروی قیمت‌ها تعداد مردمی که در تاجیکستان به قدر کافی مواد غذایی نمی‌یابند و محتاج کمک می‌شوند به بیش از 800,000 نفر خواهد رسید. به گفته کارشناسان، نبودن استراتژی دولتی، محدودیت در کشت گندم محلی و پایبندی بازار داخلی از گندم وارداتی سبب آسیب‌پذیری اهالی از جهش نرخ آن می‌شود. قزاقستان از 8 ایون طلب تشخیص کرونا و شهادتنامه واکسن هنگام عبور مرز را بیکار کرد. به همین ترتیب برای زادگان تاجیکستان هم هنگام گذشتن از مرز قزاقستان سپاریدن سنجش PCR دیگر لازم نیست. چون این تصمیم به خاطر به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی در این کشور و در جهان گرفته شده است. همچنین از 8 ایون 12 گذرگاه مرزی در قزاقستان که موقتا بسته شده بودند دوباره فعال کرده می شوند. قزاقستان به شهروندان خارجی از جمله تاجیکستان توسط مرزهای زمینیش امکان می‌دهد که از آن کشور به دولت‌های دیگر بروند، به شرطی که دولت دیگر به این شهروندان اجازه ورود را بدهد.
یکی از دو نظامی قرغیزستانی که در تیرپرانی روز 3 ایون در مرز با تاجیکستان زخمی شدند بعد جراحی در شعبه احیا بستری است. در این باره از مرکز مطبوعاتی وزارت حفظ تندرستی قرغیزستان خبر دادند. زخمی ها برای ادامه طبابت روز 4 ایون به شهر بیشکک برده شدند. روز 3 ایون در منطقه بولکباشی نویه بادکند قرغیزستان که با واروخ تاجیکستان هممرز می باشد میان مرزبانان دو کشور تیرپرانی صورت گرفت. در نتیجه دو نظامی قرغیزستان مجروح گردیدند. رسانه‌های تاجیکستان با تکیه به منابع خود نوشتند که یک مرزبان تاجیک هم زخمی شده است. طبق اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان حجم عمومی قرض خارجی کشور در 3 ماه اول سال جاری بیش از 3 میلیارد دلار را تشکیل داده است. قرض دهنده اساسی تاجیکستان همان دولت و بانک‌های چین است که نصفی از قرض خارجی کشور و یا 1.1 میلیارد دلار به آن راست می‌آید. زیاد شدن قرض‌های چین مایه نگرانی فعالان جامعه شهروندی در تاجیکستان شده است که خطر تا رفت وابسته شدن کشور را از چین افزون می‌کند. علاوه بر این تاجیکستان از بانک جهانی، بانک آسیای رشد، خزینه بین‌المللی اسعار، بانک اسلامی رشد قرض‌های نسبتاً کلان دارد. کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی قبلا با حکومت تاجیکستان توصیه داده بودند که از گرفتن قرض‌های بدون امتیاز خودداری کند. با افزایش قرض خارجی همچنان خراجات بودجه کشور هم برای بازگرداندن فایز و خود مبلغ قرض سال تا سال می‌افزاید. بینندگان گرامی، در این قسمت برنامه برایتان درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. امروز 8 ایون بانک ملی 1000 روبل روسی را مثل چند روز اخیر برای عوض 175 سومونی پیشنهاد می‌کند. اما ارزش دلار و یورو پایین آمده است. $1 11 سومونی و 30 درم و 1 یورو باشد 12 سومونی و 6 درم نشان داده می‌شود. دوستان عزیز، با تشکر به همراهی یکایک شما برنامه سرخط رویداد را اینجا به پایان می‌برم. 3 ساعت بعد برای تقدیم اخبار آزادی در خدمت شما قرار می‌گیرم. تا آن دم برایتان برای کار می‌خواهم.